آقا چی شروع کردین دوباره؟ تیم پزشکی ریختین تو دایرکت. او سرمعده تو با کون پایین معده تو اینجا پیچ برادر. دیشب قبل خواب 20 آب تخم مرغ خوردم، اون زرده رو خوردم، الانم دیگه تموم شد، میزون شدم، میخوام برم بالا ورزش بکنم. جان من ول بکن. یکی که زده نمونه برداری کن، احتمال داره یه تیکه از معده کوسه تو معده تو باشه. یکی دیگه زده وای خرچنگ های مردابی حمله کردن تو معده تو. برادر جان مگه شما ایلین هستین که توی مکزیک اون دوتا شما رو گرفتن نشون دادن توی کنگره مکزیک؟ شما دلپیچه نگرفتین تا حالا؟ الان تمام شد، رفت به کارش، آفتاب اومد بالا، حال من خوب شد. آره با خواهی ما رو جفت کردیم، ول کنین جان من سر صبح. با سرمعده تو با سرباتری، اون با سرباتری تو بکنی خوب بشی، خوب شد معده. آقا این کلمه ناله کن کنکش این از دایره لغات کتاب بردارین دیگه. حاجی دیگه مردم سلام علیک با هم میخوام بکنن دیگه نمیگن سلام چطوری، که میگن ناله کن کنکش. فهمیدی؟ اینو دیگه آقا من دیگه نمیگم، تموم شد دیگه. تو این صحبت داره زیادی فراگیر میشه، بعد حاجی آبروریت من داره میره. آره بابا چیه؟ ما 1000 تا کار خوب میکنیم، یه کلمه ناله کن کنکش ابرو به بالا میدیم، همه اونو میگن. اوه فرهنگ سازی لغات ده خدا رو آیسان آورده فلان کرده. یعنی شما خودتون چشاتون رو پاک نمی کنین؟ شما خودتون فوش نمیدین؟ اون آقای مؤمن ترین فوش نمیدین؟ حالا ما یه کلمه کوچیک گفتیم دیگه، حداقل ناله کنه که میتونیم با ابرو بالا بگیم و ادامهش نگیم. آقا چاکر رفقای آیسی اوقا، امروز برای شما بچه ها یه تیپ متفاوت زدم. این پیرنه رو، این پیرن آدیداسه رو، حالا دیگه خارکسه، تو حالا صاف بودی، حالا میخوایم یه فیلم بگیریم، حالا بشو مثل چلوکوسوف. این پیرنه رو حقیقتش آنلاین خریدم به قیمت $11. اینو پیرنم به من خیلی میاد حقیقتا. ترک کردم گردن مردنم. من گردنم همیشه بچگی کلوف بود، الان دوباره گردنم کلوف شده به لطف پروردگار. قبلا پیرن که میپوشیدم گردن گلابی میشدم، الان دیگه دیدم خدا رو شکر سرحاله این پیرن $11. این پیرن با تکسش شده $15. آره عرض به خدمتش. آخه بعضی هم من میبینم میگن داداش این لباسایی که تو میذاری همه نه لباسای روز من برای سر کار، هیچ گرونی، همه لباسای معمولیه. آره شبم چون میخوام من نماینده بعضی شما تو آمریکا هستم، میخوام روی اینا رو کم بکنم. اونا گرفتی چوری شد. شبم من چون میخوام از طرف نمایندگی از بچهای ایران برم، برای همین رویز آتیش میکنم و لباسای زینتی میپوشم میرم بیرون. گرفتی چوری شد که با این خارجی ها زیاد صحبت نکنن، فکر نکنن ایرانیا و افغانیا و اینا آدمای مثلا درب داغونی هستن. من نماینده ایرانیا و افغانی ها، یکی از نماینده هاشون، اون پایین ترین درجه نماینده من هستم در هیوستن تگزاس و استیت های مختلف یونایتد استیت. حتی استیت های دیگه آمریکا که واجه اینقدر خفن داره که داده ما توفاله. آره الان هم دارم میرم سر کار. داداش صبح بیدار شدم، دلپیچه من رفت. انقدر بچه ها من دیدم دیگه، فقط دکتر ماندگار به من فقط مسیج نداد که نمونه برداری کن. آره الحمدلله رفت. الان هم میرم آفیس، یه جلسه با بچه ها، چون داریم میریم به آخر هفته برنامه هجومی 443 میخوایم. آره یه برنامه هجومی برای آفیس میچینم و ساعت 12 اینا یه بانکی میرم و تا ساعت 4-5 سر کارم. بعدش هم به لطف خدا میایم منزل و چون امروز پا داریم دیگه، غذا حاجی کلی غذا بردم. امروز میخوایم پا بزنیم داداش، میخوام خرکی بخورم غذا. شبم دیگه ساعت 9 این پسره میاد دیگه. امشب میدونه که به خاطر اینکه دیشب اون پولو از دست داد، امشب فکر کنم 8:45 اینجاست.
دیگه فردا شب هم که با دکتر جانیم و دیگه بچه ها فرایده شب که با دکتر جان هستیم از شبش دیگه میریم برای کلاژ بازی تا یک شنبه. یعنی من یک شنبه صبحم که با بچه ها رو میخوام ببرم اونجا آب بازی، یه دونه دیسکافه تو خونه هست، یعنی بدون دیسکافه نیستم این ویکند داشت دیگه نمیتونم برادر. پدر من در اومد به قول شمالی هم مثل دوسه گو هم مثل یه گاو جنگی هم که دیگه نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم.